سلام دوستان عزیز، دوباره در خدمت شما هستم با درس‌های زبان اسلوونیاییمون. بریم سراغ چند تا فعل دیگه. من گفتم که این فعل‌ها پایانه هاشون در واقع همون جوری ثابته و تغییری هم نمی‌کنه. در بعضی موارد مثلا توی فرم سوم شخص ممکنه آ باشه، ممکنه چی نباشه، پس من بذاریم هیچی نیست. خیلی خوب. فعل بعدی که میخوام براتون بگم براتی هست. براتی. از این فعل میخوام براتون صرف این فعل رو بگم. براتی یعنی خوندن. میشه برم، برش، بره، بروا، برتا، برتا، برمو، چی شد؟ برمو، برته و بره یو. آفرین. خیلی خوب. پس وقتی میگم برم یعنی من میخونم، برش تو میخونی، بره، بره و برتا، برتا، برمو، برته، بریو. حالا با این برم میخوام یه مثال بسازم. میگم که یاز برم. خب چی میتونم بخونم؟ مثلا یاز برم کنیگو. کنیگا یعنی کتاب، کنیگو میشه به خاطر اینکه اومده توی چترتیسکلون. پس براتی از افعالی است که با چترتیسکلون صرف میشه. درست شد؟ پس خوندن. من دارم چیزی رو میخونم دیگه. خب تی برش، مثلا چی بگیم اینجا؟ تی برش چاسوپیس. خب تو هم که داری روزنامه میخونی. خب پس من که کتاب میخونم، تو هم که روزنامه میخونی. ببین علی چی میخونه. مثلا علی بره رویو. رویا مجله هستش، پس اینجا شد رویو. اینم که شد کنیگو به خاطر این تو این حالت اومده. خب حالا می دوا بروا. خب اینجا مثلا چی بخونیم؟ می دوا بروا مثلا سکوت بو. سکوت با داستانه. باز این اومد شد چی؟ او. درسته؟ خیلی خوب. بعد داریم وی دوا برتا. چی بخونه حالا اینا شاید دارن 2 تا کتاب میخونن. ویدوا شما 2 تا دارین 2 تا کتاب میخونیم. ویدوا برتا چی؟ کنیگی. خیلی خوب. بعد بریم سراغ کی؟ مثلا اینجا بگیم که مثلا وی ببخشید اونا دوا، اون 2 تا اونا دوا برتا مثلا چی بخونن؟ اینا بیان مثلا چاسوپیسا 2 تا روزنامه بخونن. خب به اینجا بیایم سراغ می برمو. چی بخونیم؟ می برمو. خب حالا مثلا کنیگه چند تا روزنامه میخونیم. وی برته. حالا شما رو من دارم محترمانه مورد خطاب قرار میدم، یا اینکه دارم میگم که شماها دارید میخونید. وی برته چاسو پیسه. دیگه میدونید که اینم به دلیل همون قانونه. خیلی خوب. حالا میایم سراغ چی؟ سراغ اونی بریو. مثلا چی؟ رویه. اینا هم که دارن چند تا مجله میخونن. خیلی خوب. پس این مثاله. حالا من میخوام یک مثالی اینجا براتون بگم که من به کتابخانه میروم و کتاب میخوانم. میگم یاز گرم و کنیشنیتسا. پس میشه کنیشنیتسو. یاز گرم و کنیشنیتسو این برم
کینیگو. البته من گفتم یه دونه کتاب میخونم. یاز گرم و کنیژنیتسو، این برم کینیگو یه نکتهش، نکته بعدش هم که و دیگه. پس گفتم که او، یا میتونیم بگین که یاز گرم او کنیژنیتسو یا یاز گرم و کنیژنیتسو، هر جور راحتین، هر دوش درسته. دو تا دیالکت تو اسلوونی. یاز گرم و کنیژنیتسو این برم کینیگو، یا یاز گرم او کنیژنیتسو این برم کینیگو. درست شد؟ پس اینم یه مثال. پس الان ترکیب این دوتا شد. دوستان عزیز، با یک فعل جدید در خدمتون هستم، اونم گووریتی هستش. گووریتی، صحبت کردن، گووریتی. خیلی خوب، میخوایم بیایم اینجا صرف کنیم فعل رو. پس میگم که گووریم، بقیه‌شو شما بگید. گووریش، بعد گووری، گووری و، آفرین، گووریتا، گووریتا، گووریمو، گووریته، این گووریو. خیلی خوب، حالا گووریتی پس صحبت کردن. حالا میخوام یه مثال بسازم، بگم که مثلا یاز گووریم، من حرف میزنم. یاز گووریم مثلا سلوونسکو، من به زبان اسلوونی حرف میزنم. این اسلوونسکا بوده، شده سلوونسکو. یاز گووریم سلوونسکو. خب حالا مثلا تی گووریش، آفرین، آنگلشکو زبان انگلیسیه. پس تمام این زبان ها زبانی که بهشون حرف میزنیم، نه خود زبانی که بهش حرف میزنیم، مثلا اسلوونسکو، آنگلشکو. خیلی خوب، حالا مثلا علی گووری، خب ممکنه که مثلا عربسکو به زبان عربی حرف بزنه. خیلی خوب، بقیهش رو هم که میگیم. حالا میتونید خودتون مثال بزنید اینجا. زبان فارسی هم میشه پرزیسکو، پرزیسکو، زبان فارسی. پس این هم از زبان ها، چند تاشون البته. حالا بریم سراغ این مثال های دیگه و مثلا با چند تا زبان دیگه این رو بگیم. ابتدای زبان ها هم حروف کوچیکه، فراموش نکنید، فقط کشور حروف بزرگ. خب میگیم که مثلا به ما دوتا خانم گووری و مثلا فرض کنیم که شپانسکو، ما به زبان اسپانیایی حرف میزنیم. خب حالا بگیم که و شما دوتا خانم گووریتا روسکو، به زبان روسی حرف میزنیم. خب بگیم که اونه، ببخشید، اونی دوه گووریتا. خب اون دوتا خانم گووریتا مثلا فرض کنیم که عربسکو، به زبان عربی حرف میزنن. دیگه برای بقیهش هم که مثال ها و ضمایرش رو میدونید. من برای اینکه در واقع چند تا زبان جدید رو بتونید که بدونید، براتون اینها رو نوشتم. جدول زبان‌ها، کشورها و همه اینها رو بعداً به طور مفصل براتون خواهم